شروع میکنیم به سوال و جواب خواهران عزیز. امی عبدالله بفرمایید. شما خواهرم با انگلیسی نوشتگی هستن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان، همی من قرآن کمتر خوندم میتونم، یعنی یکم بار ختم نکردم، لیکن حرفاشم میشناسم و کمتر قایداشم از استاد گرفتگی هستم. میتونم یکم نفر دیگر درس دادم. حرف میتواند یاد داده، حرف میتواند اگر تلفظ حرفتون خوب باشد، اما قرآن یاد ندید هنوز. مادامی که هنوز شروع خواندن نمیتوانید، حرف را یاد دهید اما قرآن خواندنش را یاد ندید. و خودتون مستحکم شوید. ام عبدالله برای کودکاتون حرفای عربی یاد میدیم گفتید باکی نیست، اما تا اینکه خودتون روان شروع نخونید یاد ندهید، برای آنکه خودتون با بعضی خطاگی‌ها خواندید بعدن شاگردا هم همین خیلی میخونند و در آینده به جای تشکر کردن از شما ناراضی میشوند که به ما خطا یاد داد، بعد زبان میدونید بعضیا فقط عادتی شده میرود. شروع خودتون وقت جدا کنید، یاد گیرید. انشاءالله یک مدتی کم اگر حرکت کنید یکم ماه کامل میشوید. بعدن بسم الله شروع کنید که از قرآن آموختن و آموزانیدن بالاتر کاری نیست. جزاک الله خیره. و یکم خواهر خدیجه بفرمایند با عربی نوشتگی. شما خدیجه، شما بفرمایید و دیگری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خیرم. بفرمایید. استاد جان یک سوال داشتم. همین دیروز ما حامله دارم، بسیار دلم انار کشید. شوهرم رفت مغازین آب انار آورد. من وای چین یک قاشقچه شد در دهان ماندم که بوی چی کرده؟ سپیرت. هوای کم ترک هوای خوردم. در ترکیبش چی داشته؟ الکل میگنم خیلی داشته. هوای در چی خیلی میشه؟ من گناهگار شدم یا که ما بعدی وای رفتم که پیر خوردم که تو وای ای چی ارگانیسم بده نروه. هوای دیدم دیزیب شده که وای یکم چیزی خواهرم نگاه کنید. شوهرتون اولا باید میدیدن. من فهمیدم سوالتان. شوهرتون اولا خوش رو باید میدیدن که من تا جای میدونم با آب میوه سپیرت نباید همراه کنن. همش انار موندگی بود. یعنی تا این اندازه که شما نمیتوانید خونده در آنجا ببینید که آنجا آب میوه نوشتگی است یا چیزی دیگر نوشتگی است. به هر حال هر چی باشد نفهمیدید. در اونجا خوندن بعدم خوندن که در ترکیبش الکل یا داشته. ما گفتم دلم بزیر بشید بخیر ما بزیر دیست کردم. ندانسته خورده باشد الله بخشنده مهربان است و جز توبه چیزی دیگره نمیگویم. لیکن آدمی مسلمان هر چیزی که میخورد و خصوصا از مغازه‌های غیر مسلمان حتما بخواند که در ترکیبش چه اساسی میدانید. به همه چیزهای شبهناک آمیخته شده استاده است و آب میوه خصوصا سوکه که روسو هست من تا جای میدانم الکل نباید پیوست شود مگر اگه چیزی دیگر شما خرید آمده باشند و به این هم اهمیت نداده باشید. ولیکن به هر حال ندانسته خوردید. هر چیزی که از روی ندانستن و خطا است الحمدلله بخشیده شده است در شریعت. انشاءالله. نرگس بفرمایید. و یک خواهر نرگس شما بفرمایید. من باشم. آره شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال من همین است که برای شخصانی که در مهاجرت هستند پیشی مثال زن و فرزندها دیر میبینند، شما درباره همین شخصا چی گفتنی هستید؟ خواهر نرگس اولا باید احوالی آن مهاجر را فهمیم که چرا دیر می آیند. اگر وزیر که شرایطی روسیه مشکل اگر شرایطی مشکل است و میخواهند بیایند یا مثلا از جهت اقتصادی یا از جهت یگان سبب دیگر نمیتوانند برفتن در اینجا معذور هستند. شاید آنها بیچاره‌تر هستند از همان زن و فرزند که میخواهند بروند اما پیش راهی آنها را چیزی میگیرد. در اینجا فقط به یکدیگر یعنی صبر نیت کنید. اما از 2 سال کم زیادتر اما اگر بی‌پرواگی باشد که در اینجا زن داری فرزند داری، چون که مرد اگر دیگر زن داشته باشد در تاجیکستان هم میگونه یک عرف دیگر بین بعضی مردها خیلی خیلی
پهن شده رفتگی هست. در روسیه میگیرن، زن میگیرن، فرزنددار میشوند. و در تاجیکستان 1 سال 2 سال با از همه بیرحمیش این است که آن زن همراه پدر و مادر پیرشان است. همراه پدر و مادر پیر خود آن زن و فرزند میمونن، یا اینکه زنها رو میمونن خودشون با دیگر زن در روسیه میستن. نمیدونم کدام انصاف و کدام عدالت و کدام ایمان به این اجازه میدهد. اگر این خیلی کرد مرد، زن 100% یکم حق دارد که بگوید که یا با من مثل دیگر شوهرها خوش رو زندگی کن، یا من از تو جدا میشوم. به این زن حق دارد. یا اینکه زن حق دارد از حقش تنازل کند، بگوید من چند فرزند دارم، دیگر صبر میکنم، آمد نه آمد من پروا ندارم. لیکن مرد به این کارش گناهکار می شود، 100% گناهکار می شود. این هم به فرزندان بی انصافی هست، هم برای آن زن بی انصافی است که و ببینید فرزندهایی که پدر خود را کم میبینند خیلی زود تربیتشان ویران می شود. و در این عصر فساد خصوصا عروسهای یاش، زنهای سن سالشان جوان رو سالها مانده وقتی مردها می رود، این هم به فساد می برود. به این در از روی شریعت نگاه کنیم مرد خیلی گناهگار است، اما گفتید نه، او عموما نمیخواهد بیاید به خاطر زنش، یا اینجا آمد همینجا خود را ناراحت حس میکند. در اینجا زن باید یک تصمیم خوش رو بگیرد، یا بگوید من این گونه زندگی نمیکنم، من باید از پی زندگی دیگر شوم، یا اینکه بگوید که تمام من صبر میکنم، من چند فرزند دارم و به شکایت با صبر حیاتش را گذراند. همین دو راه هست، دیگر یگان راهی من خودم شخصا نمیبینم. تشکر. یک چیزی دیگر گفتنی بودم، در همین تاجیکستان آفت‌های طبیعی بسیار شدن، شما درباره همین چی معلومات دادنی هستید؟ خواهرم درباره آفت‌های طبیعی کدام روز بود با خواهرم همین آیت رو گفته گذاشتیم. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، میگوید الله شما بترسید از آن بلا و مصیبت هایی که فقط بالای ظالمان نمی آید، بالای همه شما می آید. و می دونید که آفت های طبیعی یگان چیز عادی رحمتی الله نیست. چی زلزله باشد، چی آبخیزی باشد، چیز دیگر، این غضب الله هست، یعنی بلای از طرف الله هست. ما می دانیم که قوم نوح را پروردگار با طوفان و با آب زیاد نابود کرده بود. با زمین لرزه و سنگ پاره ها قوم لود را نابود کرده بود. با شمال و با طوفان هاد و ثمود و فرعون و همه اینها را میدانیم. یعنی آفت های طبیعی همچون رحمت الله اصلا نمی آید. ولیکن چرا می آید؟ وقتی در روی زمین فساد زیاد شد و مردم همدیگر را به خوبی یا گفتیم به راه حق دعوت نکردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم را وقتی پرسیده می شود که آیا بلا عمومی می آید، پیامبر میگن آره، وقتی که آدمایی که می دانند دیدن گناه را و لیکن ساکت بودند و آن چیزی نگفتند و تقریبا بلاهای می آمده سببش گناه است. و شما می دانید که خصوصا مسلمان هایی که دیده و دانسته می دانند که این کارشان گناه و به گناه دست می زنند، بدتر است احوالشان از آن کافرایی که این حتی گناه هم نیست و نمی دانند میگویند. جای آنها معلوم است. برای همین هر وقت گفتیم بلا و آفت زیاد شده است باید برگردیم به الله. در ما وقتی که بی‌بارانی می شود نماز استسقا هست که مردم برمیگردن به الله که ما توبه کردیم، شاید گناهی ما بود که باران نشد، خدایا به ما باران ده. وقتی بلا زیاد شد باید مردم از گناه باز بیستند و خصوصا در جایهایی که امروز من و شما یعنی از کسی جای پنهان نیست، اهل علم رو میبرند پشت پنجره، یک فاسق و قمارباز و رقاصه و دیگر رو بین مردم میمونند که او به مردم از این و از آن بگوید. ببینید منبرها رو به دست که ها دادند، ببینید آنهایی که گویا که مردم رو زیر نصیحت و مردم رو زیر نصیحت میگم چون مجبورن به بعضی ها نصیحت میکنند که ها هستند. یعنی بلا وقت زیاد شد ما از الله دور شدیم، ما از یکدیگر رو نصیحت کردن دور شدیم، ما گناه یکدیگر رو دیدیم و خاموش موندیم و الله گفت واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، انا همون بلایی که فقط بالای ظالمان عمومی بالای شما آمد. سلامت باشید خواهر نرگس. سامسونگ نوشتگی خواهر شما بفرمایید. سامسونگ نوشتگی فقط نامتان رو، دیگر چیزی نیست. سلام استاد جان، من هستم. علیکم السلام، بفرمایید. داره استاد جان سوال این بود که مردی که اگر به زن خود گوید که
من پول خوراکت رو روان میکنم و پول ایجارت رو روان میکنم در حالی که آنها 2 فرزند دارم، ولی با تو زندگی نمیکنم. سببی نخواستن من زندگیش این است که زن راستی کتاب قرآن خوانده است. یکی از آیات‌های قرآن رو با تفسیرش رو در استوریا و سر خود مانده است و همه خودی تو استوریا میکنی گفتم من با تو زندگی نمیکنم و چون این مرد چی گفتن دوست دارم یا زن نه خواهرم، بعد چرا این رو میکند؟ شاید از ترس باشد. مرد میترسد که به خاطر استوری زنش او رو جریمه میکنن، زندان میکنن، چیزی دیگر است، یا که دشمنی دارد با این چیز. استاد جان پیش همین استوریا رو با اونا میکنن، پیش این قریب 5 ماه با من گم نمیزنن. با من گم نمیزنن سبب هر چیزایی را با اونا میکنن که باید درباره اون در زندگی دعوا نکنیم. بعد خواهرم از همین خیلی مثلا گریان و باران شدن و اینقدر خودتان رو اذیت دادن قوی باشید با الله و بگوید من توکلم به الله، من زندگی بهتر برای خود از الله طلب میکنم، فرزندام هم نگاه و بینش رو تو کن، اما من از پای زندگی خودم میشوم. گفتن نمیتوانید که شاید که او عقلش به سرش آید، یا شاید که بجز این دیگر یک مرد بهتری باشد. وقتی که یک مرد که میگن من تو رو نمیخواهم، یا یک مرد که فقط از پای بهانه است که با شما نزدیکی نکند، یعنی بهتر نیست که شما هم قدر قیمت خود را بدانید، عزت خود را بدانید. من هم استاد جان با همین خاطر این سوال دادم چون که در نیمه راه موندم. یک طرف شما دوستش میدارم، یک طرف دیگر میترسم که جداشم در نه گرگان زیاد بزنم، هم ترس از گناه هستم. خواهرم ما خواهر جان در مسئله دوست داشتن، این دوست داشتن نیست، فهمیده استادید؟ این یک تعلق وابستگی است که شما گمان میکنید خوشبختیتون به دست یک مردی است که شما رو قدر و قیمت نمیکند. یک دویم بعضی مردها هستن خواهرم که شما اگر جدی گفتید به من هم این گونه زندگی لازم نیست، برعکس به قدر شما میرسن، برعکس بعداً به شما برمیگردن، یعنی یک بار طلاق نمیدهن. اگر شما گفتید تمام این گونه نه، تو فرزندات رو نگاه کن همچون همون گونه که شریعت میگوید مردانه از من جدا شو طلاق بده، بعضی مردها به خود میآیند. سیوم خواهرم برای به دست گرگان افتیدن، وقتی شما خودتون قوی هستید، خودتون زن پاک دامن هستید، خودتون بیهوده بهوده هر طرف نمی روید، خودتون برای خود یک راه حلال رو پیش گرفتید، یگان گرگ به شما حمله نمی کند. و خصوصا زنهای پاک دامنی که جدی هستند با پروردگار، حمایه الان خواندیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی به الله توکل کرد و خود رو به پناه الله داد، الله کفایه میکند. و یقین بدانید آنهایی که به حمله مردهای ناکس افتیدن اکثریت خود هم به این بعضی سببها شدند. و با این گونه مردی که شما گفته استاده اید، من گمان نمی کنم با گریه کردن و تو را دوست می داشتن او را شما می توانید اصلاحش کنید. این گونه مردها جزاش یک است، تو به خود عزت داری، من هم از تو بالاتر عزت دارم، من هم نمیخوام این گونه زندگی کنم. یعنی اینجا من زندگی کسی رو ویران کردنی نیستم خواهرا، ولی که فکر کنید که یک مرد به شما میگه من با تو زندگی کردن نمیخوام، تو گریه میکنی میگی دوستت میدارم، اون میگه من تو رو نمیخوام، تو گریه میکنی که نه نزدیک من بیا، در کجا قدرت میموند؟ بیرو از پای او زندگیشه و تو هم از پای زندگیت شو و یقین بکن عزتی تو، خوشبختی تو به دست یک مرد نیست که تو رو تماما مثل یک پشه هم قدر نمیکند. خوشبختی تو به دست پروردگار است و الله به تو هم این رو تا اندازه زیمامش را داده است که از پای خودت شو. چرا در این مسئله طلاق، یعنی زنها اینقدر خود رو خور میکنید؟ من زنهای رو میشناسم خواهران عزیز، باور کنید 1001 مرد صالح میتواند آنها رو خواستگاری کند، از پای یک ناکس میگردند. من او رو دوست میدارم چیزی دیگرشون که این مسئله دوست داشتنی نیست، این بیماری هست، این وابستگی است، این ضعیفی است، این بیچارگی است. این گونه خود رو بیچاره نکنید، دنیا خیلی زود میگذرد. کمی دیدید بیمارید، کمی
میبینید که دیگر عصب ندارید، کمی میبینید چشمایتون خوش رو نمیبیند. چرا؟ پشت یک مردی نامرده که به شما میگفت من تو رو دوست نمیدارم، من با تو همراه شدن رو نمیخوام، به خاطر بچه با تو هستم، تو زندگی من رو ویران کردی. یکی دیدید عمرتون خزان شد، بعد به الله چی میگوید؟ به خاطر تو صبر کردم. این به خاطر الله صبر کردن نیست، به خاطر الله این چیز صبر کردن نیست. این یک بیچارگی وابستگی هست. خود را، قدر خود را با همان ایمان و با همان تقوایتان در نزد الله بدانید. به جای خوش آمدگویی و گریه کردن بگوید همچون یک مرد طلاق مرا ده، من از پی زندگیم میشوم. یا او اصلاح میشود یا اینکه اگر جدا شد برای شما انشاءالله مرد بهتر نصیب میشود. تشکر زیاد استاد جان. سلامت باشد. خواهر مریم بفرمایند. مریم نظرزاده. مریم هستید؟ خواهر ام صفیه شما بفرمایید. من باشم. آره بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. تصور بد یا چیزی هستیم. دیت هر دوشه. کم سوال که مثال وقتی دختر به خواستگاری میروند پدر و مادر یعنی هر دو طرف وقتی ریزوگی میکنن همین نکاح میشود؟ تا دخترک رازگی ندید نکاح نمیشود. دختر رازگی بیاد دخترک راضی شد، دخترک راضی شد، مرد پدر داماد نه، مرد به پدر دخترک گفت من دختر شما رو میخواهم و پدر هم بعد از رازگی دختر گفت من دخترم رو به تو دادم. این الکی نکاح هست وقتی شاهدا در آنجا هستن، وقتی آنجا شاهدا هستن. فهمم. سوال دیگر میگه خواهر بودن که میگویند خیلی میشود و نکنم من مطمئنم قضا میشود دو یکی پروایی ندارم. من این خیلی نبودم تو همین وقتی که وقتی شد همین خیلی سیده موندم. کار کنم میگویم برگردن به خود. خواهرم زیاد توبه کنن، نمازهای نفلی خوانند. بعضی انسان هم این گونه یعنی بیخبر میماند و به دام شیطان میافتد. بگوید نمازهای نفلی زیاد خوانید، زیاد استغفار کنید، هرچی نامش گناه هست دور باشید. نگذارید که همین کتی تماما شیطان یعنی قدم به قدم گمراهتان کند. نمازهای نافله زیاد خوانید، در سجده زیاد دعا کنید. پروردگار اگر هدایت هم نکردی من گمراه شده میروم. گویان خالصانه به الله زیادتر دعا کنند. یک نماز قضا شد، دو نماز قضا شد، یک روز نخواندم، دو روز نخواندم، بعضا انسان کلا گمراه شده میرود. صبر نوشتگی خواهر بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صداتون تماما نیست خواهرم. نیلوفر سوال بدهن. شما سوال تماما صداتون نیست. خواهر نیلوفر سوال بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان یک بار الله حفظتون کنه. استاد جان امی دو سوال داشتم خیلی یک تشکر ان شاء الله که خواهر یک استاد جان یک روز در یک درسی خواهر درآوردن ما یک 80 نفر زن در اونجا است. بعد وای خواهر در اون درسشون تکلیف دارد زنها را که دختراتون خواندن نمونه. به همین دختر چی در کار خوندن میرون قطعی بچه ها ارارش میشون. انا فکر شما خواستم تازه در همین مسئله پرسمون بعد چون که آیله های هستن که دختر خوندن نمیمونن و همون دختر حتی نامی خود رو نوشته نمیتوند. بعد خواهرم در مسئله مکتب ها، مکتب از مکتب فرق میکند. مکتب هایی که پسر و دختر آمیخته هستند در آنجا هزار یک اخلاق است، یک معلمه بد اخلاق درس میدهد. من هم طرفدار آن نیستم، خصوصا در زمان حاضر که الحمدلله درس های مکتب های یعنی کمی پولکی و از اختلاط یا گفتیم از آمیختگی و از فساد دور هستند. وقتی شما میدونید که یک کمی پول صرف کنید یا حتی از بعض دارایی خود دست کشید هم یک مکتب خوب برای فرزندتان مهیا میکنید، حتما از پی آن باشید. از اینکه شما میدونید پسر و دختر آمیخته هستند و یعنی اونجا چی اخلاق است و چی نیست، یعنی حاضر یعنی دیده استودید خواهرو. هر چیزی که عیان است شرط نیست که من همش رو کشود و روشن گویم. مثلا من هم خودم شخصا وقتی شما میگوید من کودکم رو به جای دادم که این گونه معلمه ها هستند، پسر و دختر آمیخته هستند، در آنجا هزار یک نمود اخلاق است، نمیگم در آنجا هیچ تربیت نمیگیرد فرزند.
خواندن و نوشتن رو در یک ماه هم انسان یاد میگیرد، اما چاره نیست. اگر گفتید یعنی ما رو به یگان وی جنایی میکشند، اگر بچه مکتب نرفت به فرزند و به پدر یا به مادر خیلی مشکل می شود. اینجا از روی ضرورت. اما همچون تربیه، جای تربیه، آیا مکتب های امروزه جای تربیه هستند؟ من میگم نیستند. مکتب هایی که امروز من و شما مکتب های حکومتی میشناسیم، حتی در تاجیکستان خواهران چقدر دخترچه ها را برای رقص و اطلس پوشی و سرود خواندن و در بین مردم گشتن آماده میکنند. آیا برای احترام مادر و پدر آمادهش میکنند؟ حتی دانشگاه ها را ببینید، روسیه را گوید اگر چقدر در آنجا 1001 نمود آدم هست. معلم ها را ببینید، به تربیه کدام آن میدهید. وقتی شما اگر با پول باشد یک جایی را یا گفتیم یک محیط رو برای فرزند خود پیدا کردید که یک استاد رو ببینید، استاد درسش چی هست، کی هست، چی درس میدهد. بعداً همسین سالان رو ببینید، همسنفان رو ببینید که تا اندازه آنها به فرزند شما تاثیر میگذارد که من و شما نمیتوانیم. یعنی باید برای فرزندان خود غم آنها رو خود یک مکتب خوبتر پیدا کنیم. اما جایی که فرق ندارد مهم مکتب رفته آید گویان میدید، به خبر میمونید پس از چند سال میبینیم که ما فرزند دادیم و چی رو گشته گرفتیم. بعد استاد جان همین از روی اسلام همین دانر شدن کو بعضی خون میتیان گرده میدهن جگر میتیان با آدمای کسلی، بعضی هستن که معده خود رو معده میکنن برای خراب شدن و برای دیگر چی. از نگاه اسلام میرم خواستم فهمم. خواهرجان خون دادن ثواب کلان دارد و من احیا الناس چی بود نامش؟ و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا بداید. ببخشید سوره مائده بود خطا نکنم. یک نفر رو زنده کردی تو، برای زنده ماندنش اگر سبب شدی گویا که تمام مردم رو زنده کردی. خون دادید یا گرده خودتان رو دادید به شرطی که به شما ضرر نشد، یا پاره جگرتان رو دادید و یک کس رو برای زنده ماندنش کمک کردید، ثواب دارد. اما فقط فروختن نباشد. وقتی فروختید شما با اعضای بدن خود تجارت دارید که این ممکن نیست، این حرام است. اما همچون زنده کردن یک نفر کمک کردید و به خودتان ضرر نرسید، اینجا این ثواب دارد. اما معده کردن معده خواهرم کار درست نیست مگر اینکه کسلی از حد وزمین باشد. بعضی کسلی ها هست که مثلا دکترها میگن اگر معدهش معده نشود این به نزدیکی میمیرد. یعنی پناه به الله بعضی ها که خورده هیچ سیر نمیشوند و وزنشون بالا رفته میگیرد تا 350-200 کیلو هم. اما عادی برای فیگور خود را نگه داشتن معده کردن هم اسراف پول است، هم سلامتی از بین می رود و به جای این از میخوردگی های خود به قنبغلا بدهند و از این جهت یعنی خود را خراب کنند، نه اینکه با این همه پول رو اسراف کردن. جزاکم الله خیر. و ایاکم امی رفیده بفرمایید خواهرم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاذه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نه ام رفیده با تاجیکی نوشتگی. استاد جان همه مثلا وقتی که مرد بگه که زنم 3 طلاق، همه هفته زنم رو 3 طلاق میکنم، یا که همه هفته زنم رو جوابشو میتیم همینجا من همین هفته میدی هم گفته باشد و برای آینده گفتین رو انشالله طلاق نیست خواهرم. من دادم طلاقش را، او به من طلاق باید دیگر. من همین هفته میدی هم و سال میدی هم. بعضی مردها همین گونه زن را یا میترسانن یا نمیدونم یکون بیماری دارن یا تا اندازه از الان نمیترسن، این گونه گپ ها دارن. اما انشالله آینده با اگر بماند طلاق نمیافته. بله استاد جان هم خیلی غضب داره، در وقت غضب هم خیلی گفتگیم، لیکن طلاق نیست انشالله. تا من تو رو دادم نگوید طلاق نمیافتد. مثلا تو به من روز چهارشنبه طلاق هستی گفت، چهارشنبه آمد و طلاق می شود. اما من این هفته طلاق میدیم یا وای ما طلاق میدیم گفت و میدیم کتی که من انشالله طلاق نیست. و یکم امی رضوان شما بفرمایید خواهرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان یک سوال داشتم. خانه ما بسیار آشیانه در کوارتیر ها زندگی میکنیم. بعضا میشد که همین کلیدار به نماز میخوانیم، تو غیر کلیدار به حاجت خانه و حمام هست. ممکن است که در روی همون
چی حاجتخانه نماز خواندن. خانم چاره نداشته باشه در حاجتخانه محکم یگان باکه ندارد، یگان باکه ندارد انشالله. در نماز درهایش محکم باکه نیست، یگان باکه نیست. و در نماز اساساً با چگونه شما صحبت کردنتان به قلبتان نگاه کنید، نه یعنی بالای نجاست ممکن نیست، اما در خانه های خردکک اکثریتش رو برویش حاجتخانه است. این انشالله وقت دیوار است و در است یگان باکه ندارد. خواهر عایشه بفرمایند. عایشه به تاجیک نوشتگی شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خواهرم بفرمایید. استاد جان سوال داشتم. امی وقتی که حامله‌دار میشی مجبور میکنم تا کنیسته 2 بار 3 بار مثلا میشد تقاضا کردم او یک نمیدهد چیکار کنیم توصیه میداده. خواهرم من درباره ابورت کردن پیشتر گفته بودم و خواهرام مجبور کردن در اسلام یعنی اکراه هست. در اکراه انسان گناهگار نمی شود، اما اون اکراهی که به گردن تو کارد میمونن، تو را کشتنی میشوند، تو را زده مثلا مجروحت میکنن. نه اگر ابورت نکردیم با تو چند روز قهر میشوند، اگر ابورت نکردی مثلا چند وقت تو رو دیدن نمیخوان. این مجبوری نمیشود. با این آسانی به آدم کشی دست نزنید خواهران عزیز. کودک کشتن، ابورت کردن چندین بار میگم این ابورت نامش اما کودک کشی است. همون مادری که مرا مخشتو منم مجبور کرد و مرا شوهرم مجبور کرد میگویی اویا به گردنت کارد موند؟ اویا زدش تو رو شکست؟ همین خیل کرد که اگر ابورت نکنی تو رو میکشت؟ یا فقط با یک تهدید کوچک که تو رو طلاق میدی هم رفتی و کودک کشتی؟ یعنی هر مجبوری نیست. بعد که 3 تا کودک کشتی دیگر رو خودت از کی پرس که چیکار میکنی. اما به شریعت اگر نگاه کردی برای هر یک کودک کشتگی تو 212 گرم طلا قرضدار هستی. 3 کودک کشتی چند میشود؟ 600 تقریبا 30 گرم تو طلا قرضدار هستی. باید به خیش و تبار مردینه تقسیم کرده شود. خنبه ها دارد. اگر نداری اون کودک ها فیزل موعودت و سائل روز قیامت میپرسد که چرا مرا کشتی؟ به خاطر کی مرا کشتی؟ میپرسد اون کودک. فقط در یک حال از زندگی مادر اگر در خطر باشد که دکتر گوید اگر ابورت نکنیم تو میمیری، این هم یک دکتر نه چند طبیبان بگویند، چون بعضی دکترها به هر چیز این گپ رو میگویند. بعد از این ممکن است اون هم به خاطر نجات جان مادر. اما به یک کلمه که با تو قهر شدن 2 روز با تو گپ نزد، شوهرت گفت به من فرزندر کنی، من مجبورم گویم کودک میکشی، یکم خودت قاتل هستی. پیش از تو رو مجبور کرده ها قاتل خودت هستی، آدم کش خودت هستی. و اصلا این گناه آدم کشی، گناه کودک کشی عادی نمیماند. سبحان الله. پروردگار و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن با زنها بیعت کن و یکی از یعنی بند بیعت این است که ولا یقتلن اولادهن، با تو وعده بدین که کودکان رو نکشن، فرزندهایشان رو نکشن. تو چقدر ما کودک کش هستیم و با کی میخواهیم بمانیم اون عیبی کرده من رو، اون گناهی کبیره رو، اون نابود کردن یک جانی رو که دست نرسید و به دنیا می آمد. اصلا من یگان خواهری که میگن من شوهرم مجبور کرد، مجبوریش را از روی شرعی نمیبینم. خواهر شرعی مجبوری همین است که خیلی گفتم به تو را یا کشتنی میشوند یا تو را اینقدر میزنند که تو برای نجات جانت این کارو میکنی. فقط با یک تهدید کوچک خوشتومن رفتی و کودک کشتی، نگو که اینجا عیب او بود و عیب من نیست. خواهر ام صبریه بفرمایند. السلام علیکم. روایتون ضبط میشه و ضبطش و درجه پرت میشه انشالله روان میکنیم بیزن. ام صبریه بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان امی یک حدیث فهمیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی که امی حدیث مرا به خطاگی میرسانند یکی از قهرهای دوزخ را خودشان انتخاب کنند. اگر خطا نکنند در واقع نمو از دهان شما دهان دیگر ملاها و دملاها یکم حدیث را میفهمیم در یکم حالت شود که با چنین فهمیش خودمون با دیگران فهمونیم که همین حالات همین حدیث بگیم
و تاجیکی و فهمیدگی خودم گناهگار در این حالت. نه خواهرم اون حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، حدیث همین خیلی است. اون دروغ گفتن است، حدیث در بخاری مسلم است. تو یک چیز دروغ رو پیامبر گفته میگویی ام صبریه، نه حدیث پیامبر. و معنیاً همین خیلی حدیث هست گفته حدیث رو درست گفته، شما برای رسانیدن حدیث ثواب میگیرید. بلغوا عنی ولو بآیه، پیامبر میگن آره یک آیت باشدم از من شنیدید برسونید، شاید شما و اون کسی رسانیده زیادتر فایده بگیرد آمدگی است. اون چیزی که حدیثی که شما شنیدید اون بر دروغ چیزی که پیامبر نگفتن پیامبر گفتن حدیثی بفته گفتن، حدیثی بر دروغ گفتن است. آره دروغ. اما چیزی که گوید که مثلا همین حدیث رو شنیدم و گفتید که تقریبا معنایش همین خیلی است و معنی رو درست رسانیدید، به این ثواب میگیرید ان شاء الله. اون گپ دروغ رو پیامبر گفته رسانیدن است. استاد جان از خانه شما هم دمی اگه حالت خالی چنین فهمش خودم فهمونیم دمی آتن گناهگار نمیشه من گناهگار نمیشود، فقط خطا نفهمونید. دیگر من دیگر گپ گفتم شما دیگر گپ گفتین، من از اون گپ قبول ندارم. من به شما گفته بودم خواهرا به نزدیکی یک خواهر میگن من میگن خیلی از شما خفه هستم، شما گفتید که اصلا خشتا من خدمتش نکنید. آخر کی گفتم میگن همین خیلی به ما رسانیدن که من رو یگان بار گفتگی نیستم. درست رسانیدید اگر ثوابش بر شما هم هست انشاءالله، اما خطا رسانیدید کاری درست نیست. برای همین اول خواهرها پیش از رسانیدن حتما ببینید یعنی دقیقا همین گپ است یا نیست، فهمیده بعدن رسانیم. گپ خطا رو از نام کسی رسانیدن این تهمت است. استاد جان یک سوال دیگه. استاد جان در این اینترنت می‌درایم برای یکم مامی مثلا یکم ویدیو یک هر خیلی شما خودمون از شما می‌بینم ویدیوهای که دخترای دمی تاجیکو بسیار با حالت مبنی نفرت پیدا میکنه به اویا دمی حالت ما به اویا نه حالت دیگه ما هدایت کنه الله که ما اویا را همیشه خواهرم الله هدایت کند بگید، همیشه الله هدایتش بکند بگید بگذار تا بکند و به الله برگردد. و یکم خواهر نیسا بفرمایید شما. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهرم. ها شما خواهرم. استاد جان می درباره طلاق بود. بعضی آدما فکر میکنن که همین مرد اگر زن رو طلاق داد، مرد خودش زن گیرد بعد زن رو طلاق دهد، زن برای حلال میشه. نفهمیدم یعنی تو طلاق دادی دیگر زن گرفتی بعد همون زنی طلاق دادت حلال می شود؟ نه اگر مرد زنش رو طلاق داد خودی مرد زن گرفت و زنش رو یعنی که حلالی کند، خودی مرد حلالی کند. خواهرم در ما زنش رو گرفت حلال می شود. نه خود چرا اگر سیم طلاق باشد اصلا اینها با هم دیگر راهی یکجاشوی ندارن مگر با تقدیر الله زن بعد از شوهر کرده و زندگی کردن یکی جدا شده باشد که اون هم حلاله نیست، حلال یک زنا هست. در ما حلاله نکاح وجود ندارد، اون زنا هست. حضرت عمر دره میزدن به حلاله کننده ها و زنک بعد از اینکه سیم بار طلاق گرفت دیگر به اون شوهر خود اصلا حلال نمی شود. استاد من گفتم به همین هم خودی مردها 4 زن حق دارن گیرن و این مرد زن گفته طلاق دادن به خیالم اجازه نیست. آیا من تئوری گفتم؟ درست گفته. با گرفتن او حلال نمی شود برای حلال نمی شود. فقط زن شوهر کرده اگر با تقدیر